سلام و درود خدمت دوستان عزیز خرید الماس لایکی و الماس ایمو را در این ویدیو با ارزان ترین قیمت براتان راهنمایی میکنم. پس تا آخر ویدیو بیننده باشین. از 0 تا 100 تمامش براتان آموزش میدیم. دوستان عزیز در گوگل سرچ میکنی افغان دیجیتال یا اینکه الماس لایکی خرید فروش الماس لایکی هم بزنید میاد بینون. من الان افغان دیجیتال سرچ میکنم. بعد از این قسمت گزینه اولی که اومد کلیک میکنم. بعد از کلیک نمودن در این قسمت که شما میبینید باید فیلتر خاموش باشه، بهتر کار میکنم. بعد از اینکه من فیلترم خاموش کردم، دوستان خرید الماس لایکی و الماس ایمو، یو سی پابجی و غیره خدماتی که اینجا نیاز داشته باشین، حالا هر کدام نیاز بود شما. من میخوام الماس ایمو بخرم. خب در این قسمت روی الماس ایمو کلیک میکنم. بعد از کلیک نمودن این تمام دستهاش برام باز میشه. در این قسمت تا 20,000 داره که من همینجوری که صفحه رو بدیم بالا، من میخوام 50 تا الماس بخرم. روش کلیک میکنم، هست 63,000 تومان تخفیف خورده 60,000 تومان شده و در قسمت اینجا شماره خودم وارد میکنم، شماره که میخوام الماس بگیرم. خب بعد از اینکه شماره تلفن خودم وارد کردم روی تایید میزنم. دوستان دقت بفرمایید، اینجا به ثبت میاد. شما میتونید چندین سفارش با هم یک جا بدین. اگه بازگشت میزنی دوباره فرض مثال دوباره یه خرید دیگه میزنی، فرض مثال من دوباره 50 تا میخوام بخرم، دوباره خرید. خب در این قسمتی که میبینید 2 تا 50 تاییش 120 تومن. اگه میخواید چند تا خرید بازگشته که بزنین، شما چند تا خریده میتونید با هم بزنید. خب ثبت سفارش من میزنم. در این قسمت نام خانوادگی، ایمیل اختیاری است. توضیحاتم اگر میخواین اینجا برید میتونید بنویسین و بعد شماره تلفن دیگه. بعد از این نهایی سازی سفارش میزنید. بعد از نهایی سازی سفارش روی درگاه زبال کلیک میکنید، پرداخت. بعد از اینکه کلیک کردین روی پرداخت، در این قسمت از شما شماره کارت میخواد. بعد از اینکه شماره کارتتون رو وارد کردین CVVش هم میزنین فرض مثال. بعد از این تاریخ انقضای کارت و کوتی امنیتی رو وارد میکنین. بعد از اونم در قسمت درخواست رمز پویا میزنین. بعد از اینکه درخواست رمز پویا زدین، خب در این قسمت من این الان کپی گرفتم دیگه. در این قسمت وارد میکنین، روی پرداخت شد کلیک میکنین. بعد از این که پرداخت شد ثبت میکنین انتقال به صورت بزنده. الان انجام شد.